به نام خداوند بخشاینده مهربان نهایت با رحم ما بعد. آیا بوسیدن شرمگاه زن درست است؟ سلام عرض میکنم به شما برادران و خواهران عزیز. بسیاری از برادران در مورد بوسه کردن شرمگاه زن حلالی خود و درباره از قفای زن هم خوابه شدن. پس امروز در این موضوع با دلیل های قرآنی و از حدیث های صحیح پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برایتان جواب پورا پیشنهاد میکنیم. از همه شما احترامانه خواهش مینماییم که هر جمله را خوب گوش کنید، زیرا در این باره تکرارا نوار نمیکنیم. خب خداوند در قرآن کریم در سوره بقره آیت 187 میفرماید آنها یعنی زنها لباس شما هستند و شما لباس زنها هستید. یعنی زن و مرد دو جسمی هستند که آنها برای یکدیگر حلال هستند، زیرا بین آنها نکاح وجود دارد. ولی بعضی از نازکی هایی هست که باید مردان این نکته های مهم را دانند. خداوند در دو حالت اجازت نمی دهد که با زن همخوابگی کنند. یکم در حالت عادت ماهانگی، یعنی در حالت حیض باید تماما با زن همخوابگی نکنیم، ولی بوسیدن زن و یا آغوش کردن زن درست است. دوم در پس زن، یعنی از طرف قفای زن علاقه جنسی کردن گناه کبیره است، یعنی کلان است. و پروردگار در سوره بقره آیت 123 چنین می‌فرماید زنهای شما کشزار شما هستند، پس هر نوعی که می‌خواهید با کشزار خود درآیید. یعنی زن مثل زمین کشزار است، به هر نمودی که می‌خواهید با زن خود همخوابگی کنید، ولی در جای همخوابگی کنید که از آنجا کودک تولد می‌شود. اگر از طرف قفا با زن همخوابگی کنید اجازت هست، به شرطی که در جای علاقه جنسی کنید که از آنجا کودک تولد می شود. ابن عباس رضی الله عنه از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت می کند که رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت الله به نظر رحمت نگاه نمی کند به آن مردانی که از قفای زنشان می رسند. روایت ترمذی حدیث 4203 و روایت ابن نسائی حدیث 116 و همچنین نظر اندازید به تفسیر ابن کثیر جلد یکم به تفسیر سوره بقره آیت 123. حتی خداوند قوم حضرت لوط علیه السلام را برای آن به عذاب گرفتار کرد و آنها را نابود ساخت که از قفای زن همخوابگی میکردند، یعنی در پس زن میرسیدند. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه میگوید که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت خداوند 7 گروه را روز قیامت نظر نمی کند و آنها را امر می کند که با دوزخیان وارد دوزخ شوید، که یکی از آنها شخصی می باشد که در قفای زنش می رسد و دویمش کسی است که با دست خودش را حرام می کند، یعنی با زبان کوچکی گویم سوخه می زند. کتاب مسند او جامع امام احمد رقم حدیث 10400. اکنون مسئله اساسی بوسیدن شرمگاه زن حلالی خود. اصلا بوسیدن شرمگاه زن برای شوهرش حلال نیست، بلکه مباح است، ولی با چندین شرط ها. اگر مرد هنگام همخوابگی با زنش لذت را احساس نکند، یعنی اگر قلبش آرام نگیرد و باز شرمگاه زنش را بوسه کردن خواهد، ولی اگر زن رازیگی ندهد، پس مرد میگوید من رفته زنا میکنم. در این حالت باید زن برای بوسه کردن شرمگاهش رازیگی دهد تا اینکه شوهرش به زنا دست نزند. دوستان شما این عقیده را خوب فهمید، زیرا ساده و عادی کرده برایتان پیشنهاد کردیم. و حتی در قرآن چنین آمده است که ما زن را آفریدیم تا اینکه شما آرام گیرید. پس زن آرام کننده مرد است. از این خاطر بوسه کردن شرمگاه زن درست است، زیرا خداوند در سوره بقره آیت 123 فرموده بود که به هر نوعی که میخواهید با زن خود همخوابگی کنید، بجز در حالت حیض و در قفای زن نرسید. ولی فراموش نکنید که از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم یگان حدیث نآمده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این کار را میکرد یا نه. در دهان و دیگر اعضای زن علاقه جنسی کردن قطعاً حرام است، ولی بوسیدن و مهربانی کردن بین مرد و زن برای یکدیگرشان مباح است، یعنی رواست. دقت! از نظر علمی طب از همه مکانی که ویروس دارد این شرمگاه زن است،
зеро аз он ҷо пешоб ва хуни ҳайз мебарояд ва илми тиб бошад буса кардани шармгоҳи занро иҷозат надодааст. ҳар касе ки парҳезгор аст ва таъми нозук дорад ин амалро анҷом надиҳад, вале агар касе бисёр лаззат бо ҳамсараш мехоҳад, пас аз назари олимони ислом иҷозат аст ва ҳеҷ гуноҳе нест. боқии хушбахтӣ ва ширинии зиндагӣ насибатон бод. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.